آیا تا به حال از خودت پرسیده‌ای چرا ذهنت همیشه بدترین اتفاق ممکن را تصور می کند؟ فرض کن کسی به پیام تو جواب نمی دهد. ناگهان ذهنت می گوید حتما اتفاق بدی افتاده یا دیگر مرا دوست ندارد. اما چرا؟ زیرا مغز انسان برای بقا ساخته شده، نه برای آرامش. هزاران سال پیش انسان‌هایی که همیشه خطر را پیش بینی می‌کردند، شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند. به همین دلیل مغز ما هنوز هم به طور طبیعی روی تهدیدها تمرکز می‌کند. اما امروز بیشتر این تهدیدها واقعی نیستند. آنها فقط داستان‌هایی هستند که ذهن ما می‌سازد. هر بار که متوجه شدی ذهنت بدترین سناریو را می‌سازد، از خودت بپرس آیا این یک واقعیت است یا فقط یک فکر؟ گاهی همین یک سوال می‌تواند آرامش را به ذهن تو بازگرداند. چشم دل را باز کن. حقیقت همیشه ترسناک نیست، اما ذهن گاهی آن را ترسناک نشان می‌دهد.